گوش کن عبدالمجیدов. اگر شما مرا از اول خوب میفهمیدید و یک حادثه عادی رو اینقدر واهمه نمیکردید، همه گونه خطاهایتون رو بخشیدن ممکن بود. رفیق سردار، آدم کشی مگر حادثه عادی است؟ عبدالمجیدов، نباشد قاتل رو دستگیر کنید. دستگیر میکنی؟ اگر دستگیر کرده میتوانستید صدبرگ صابر رو گمانبر نمیشمردید. گمانبر شدن هنوز معنای گناهکار کردن را ندارد رفیق سردار. ما محض برای همین از پس او نظارت میبریم. به سانکسیای پروکورور از روی نقش جنایت صدبرگ این کار را تنها نکرده است رفیق سردار، و از احتمال دور نیست که قاتل مرد است. محض او میتواند که صدبرگ را همچون شاهد نامقبول از بین بردارد. انا بعد باز یک کشتار. این مسئله را صرف نظر کردن ممکن نیست و محض نظارت از قفای صدبرگ صابر او را از خطر امین می‌دارد رفیق سردار. مایلش عبدالمجیدов، من روزی لیکن از خاطر نبرار که تنها یافتن قاتل شما رو از جزای انتظامی نگاه می‌دارد. فهما؟ اکنون گویا که برای شما چند روز و چند نفر لازم؟ برای ما 8 روز. 8 روز؟ بله، این چونین هر روز 2 نفر دیگر و مهلت بمحدود. بمحدود؟ برای چی؟ تا پورا عمیق شدن حالتهای کار رفیق سردار. یعنی ما تا وقت پورا باوری حاصل نکنیم که به صدبرگ کسی تهدید نمیکند. مایلش عبدالمجیدов، ما همه کار رو برای شما میکنیم، لیکن نتیجه رو من از شما طلب میکنم. فهمو؟ اطاعت رفیق سردار. از پای کار شوید.